بیادر یک بار دگام زنگ بزن. چرا ناب زنگ بزنم جواب نمیده؟ تشویش نکن، پیشش میریم. بیادر یعنی که توسط ایبم تنها ما میموریم؟ تنها ما نه، با نام استانبول 1 متر زمینم نخواد باقی ماند. عبدالحی بال پر زنگ بزن، یک چرخ بالا ما نکنه که از اینجا بریم. بیادر من از خاطر خود نگفتم، از خاطر خودت اولاددار هستی، از او خاطر گفتم. خوب است، میریم علی مماتی را همراه عمر پدر و نظیف مادران بگیریم. فکر کنم کمانده انفجار کنه. بله آلپر، یک فکر دارم. نخست وزیر از دفترش برآمد. میشه برام بگویی که همراهش کی است؟ نخست وزیر همراه فرمانده آمریکا و سفیر با هم ملاقات دارن. میخوایم با نخست وزیر گپ بزنم. پولاد علمدار است آقا. بله. هیچ چیزی از دست ما نمیآید؟ اگر شما جنرال و سفیر همراه خود داشته باشین باز من میتونم یک کار کنم. امریکایی ها رفتن؟ فعلا به طرف چرخ بال روان هستن آقا. بس بخوای. اما آقا اگر آمدن به زور بیارین. چرخ بال نباید پرواز کنه. بچه‌شم. شنیدی پولاد؟ شنیدم. منتظر آمدنم باشین. رئیس چی جریان داره؟ حالا باید چی کنیم؟ ایره دوباره به مالکش تسلیم میکنیم. من نفهمیدم رئیس. کمک کنین که از اینجا برداریم. آقا نخست وزیر شما را دوباره خواست. حالا نمیشه. این دستور آقای نخست وزیر است. بفرمایید. من مثل دولت ایالات متحده هستم. شما هیچ حق ندارین که ما را قسم تحقیر کنین. با کدام دلیل مانع ما شدین؟ به خاطر که شما مرا و کشور مرا همیشه دست کم دیدین. کشور مرا براتوار نیست. دشت به صاحبم نیست که هر وقت سلاح هستوی خود در اینجا آزمایش کنین. آقای نخست وزیر، ما این سلاح ها را به خاطر شما داده بودیم، اما شما حفاظت کرده نتونستن. فکر میکنم ما غلط در کردم. شما خودتان آمده خواهش کردین که سلاح را براتان بدم. حد خدا بشناس گستاخ. من نمیخوایم دیگه در اینجا باشم نخست وزیر. چرا؟ از مردن میترسین؟ بیبی من هم میترسم. شما با تجربه هستین. ژاپن هم یک بار بمبارد کرده بودین. یکی چی واقع میشه و انسان ها چه قسم میمیره را خوب میفهمین. شما از ما چی میخواین؟
چیز نه. فقط میخوایم با متفقین خاطی یک جا کشته شویم. 60 سال میشه که ما و شما متفق هستیم. نخست وزیر صاحب، زندگی متفقین ما بسیار با ارزش است. شاید که مانع انفجاری ای بم شوند. چه قسم مانع میشن؟ با پنتاگون تماس میگیریم. رمز بمب پیدا میکنن. بعد از طریق واشنگتن او را متوقف میسازن. از برای خدا آقا ای بم انفجار بتین. سران دولت ترکیه، فرمانده امریکایی، سفیر امریکایی و میلیون‌ها انسان از بین میرن. ما با این کار میتونیم رابطه ترکیه و امریکا را از بین ببریم. ترکیه از ناتو جدا میشه. مثل سابق ترکا فقط و فقط تحت قدرت ما خاط بودن و این فرصت خوبه برای آلمان میباشه و ما دوباره قدرتمند خود شدیم. هرقدر کوشش کردم نتیجه نداد آقا. نمیفهم آقا، شما چی دستور میتین؟ کوشش کنین در نقطه‌ای که ما موقعیت داریم داخل شوین. 41 درجه 10 دقیقه و 8 ثانیه طرف شرق، 29 درجه 1 دقیقه و 8 ثانیه طرف شمال. فهمیده شد آقا. کوشش میکنیم که برنامه بم خونسا کنیم. 45 ثانیه دارین. کوشش داریم آقا. کوشش اول ما ناکام شد. W18 را یک بار امتحان کنین. باز ناکام شدیم آقا. یک بار R3 امتحان کنم. R3 هم نشد آقا. فقط 15 ثانیه دیگه. R15 هم امتحان کردیم اما بازم نتیجه نداد آقا. 1 ثانیه. یک رای دیگه هم وجود داره. 6 ثانیه داره. کدام احمق است که میخواهی بم انفجار کنه یا ای که کدام دیوانه است؟ کی است؟ معلوم بود که انفجار نمیتن. اونا جسارت ای کار ندارن. تشکر میکنم. با اجازهتان ما دیگه میریم نخست وزیر صاحب. بم پیش ما میباشه. شما حق به جانب هستین که قهر باشین، اما شما بعضی اوقات از حدتان زیاد میگذرین. ای بم پیش ما میباشه تا متخصصین ما سرش کار کنه. به همین دلیل باید اینجا باشه. ببینین جناب نخست وزیر، اگه ای بم در دست سازمان دهشت افغان بفته، باز شما تضمین کردن میتونین که اونا ای بم به امریکا یا اسرائیل انفجار نمیتن. معلوم است که شما از عهده ای کار برآمده نمیتونین. شما از عهدهش برآمده میتونین. ای بم به اسرائیلیا از پیش شما دزدیدن، نه از پیش ما. ای که از پیش اونا کی دزدیده تا هنوز معلوم نیست. ما پرونده داخل شدن شما را به پایگاه بسته کردیم. اگه دوباره باز کنین از ناتو اخراج میشین. در پایگاه ما داخل شدیم. اگه فردا یک دهشت افغان در اونجا پد شود بازم داخل میشیم. دشمنای وطنم در زیر بیرق هر کشوری اگه پتام شون اونجا به زور داخل میشیم. فهمیدین؟
شما قسمی ثابت کنین که اونا دم اونجا بودن، باز ما همراهشان حسابی میکنیم. شما با پایگاه ما داخل شدین. اگه اونا در اونجا می بودن باز دستگیرشان میکردین. ما یک گپ بهانه کده داخل عراق شده بودیم. پولا دلم داره. دگاره بازی دادم میتونی اما ما را نه. شما از ما دلیل میخواین. ما براتان شاهد میارم جنرال. اگه شاهد آوردن نتانستین تنها شما را نه بلکه کل تانه. او وقت دشمن جانی امریکا اعلان میکنم. ما با هیچ کشور دشمنی نداریم. همه هر کسی که داخل کشور ما میشه و بین مردم ما تفرقه میندازه دست و پایشان دانه دانه میشکنانم. جنرال، ما براتان توصیه میکنم که دیگه ما را تهدید نکنین. ما مثل غربی ها از تهدید شما نمیترسیم، بلکه روز به روز قوت ما و مردم ما بیشتر میشه جنرال. آقایان، جلسه به پایان رسید. جلسه ناتو است. دو جلسه اگر کدام دلیل یا شاهد پیدا نکنی باز میفهمی که دیگه چی میشه. جلسه چه وقت است؟ جلسه 2 روز بعد است. اگه با جای تو باشه میره از دست خود نمیکشم. چرا آقا؟ راستش آقا مماتی باز میشکنانه. چه فرق میکنه آقا؟ حتی فرق سر ما بشکنانه. او هم بفهمه که من از عشق خود تر نمیشم. تو با عشق چی بیادر؟ ناق دلت خوش کردی. غلط درک نکو. اگه خانم بیادر ببینه چی فکر میکنه؟ متاسف هستم آقا تونجای. شما چطور میتونین درباره عشق ما و خانم می قسم گپ بزنین؟ قبلا برات گفتم که غلط درک نکو. ای که تو چرا همیشه درباره او فکر میکنی و دوستش داری؟ انسان چیزی را که میبینه دوست نمی داشته باشه. ای را خو ما یک دیوانه میفهمه. به خاطر دوست داشتن کافی است که ما یک شخصی را دوست داشته باشه. به خاطرش فداکاری کنیم، مهربانی و متوجهش خوب بیازو میباشیم. آقا حسنو، من هیچ کسی در زندگیم دوست نداشته. شما هم اجازه بتین که کسی شما را دوست داشته باشه. چه قسم اجازه بتم؟ کوشش نکنین که خود پاک خور جلوه بتین. شما نیاز به پاک کردن میکروب مغزتان دارین. قربانت شم. چه قسم پاک خوری؟ چی میخوایی بگویی؟ نمیشه. با این وضعیت خو مرا تا شرماندین. اگه می شرمی به شرم. حالا باید دقم تام باشم. باره برای. رئیس orhan گشنه نشدی؟ نه رئیس. تو عبدالحی؟ نخیر رئیس. ماماتی تو هم گشنه نشدی؟ نه رئیس. بچه شما را چی شده؟ با ما دیدین شکم ماسر شد رئیس. خب پس چیزی نمیخوریم. رئیس اگه خودت گشنسی برات تخم با جون رو میپختم میکنم. ما تنها در تخم سیر نمیکنم orhan. میفهمی اگه کشته شویم باز مردم میگه که اینا در شکم گشنه مردن. رئیس خودت چرا گشنه شدی ها؟ کار زیاد مرا گشنه میسازم ماماتی. کار خو خلاص شد دیگه رئیس. عمر انسان خلاص میشه اما کار خلاص نمیشه ماماتی. کاکایم توسط تو انجام میتنه؟ چی را؟ ما را میخواید توسط تو بکشنه؟
هر کاری کنه خودش میکنه. زینت چند سال میشه که کاکایم کسی را نکشته؟ 20 سال 30 سال. ایره برم بگو چه قسم خود کشتی؟ اوز جان تو چی میگی؟ دا خواب مرا میکشی؟ یا دا بیداری؟ یا که در روی جاده؟ هر قسمی که دل تو میخواه و نمیخوای مقا گپ زیادم بزنی. مرا بر اسمان بکش. اگه نه کاکایم خونه مرا دیده نمیتونه. امی کارا میکنم. زینال کدام وقت شده که دستور کاکایم انجام نداده باشی؟ شده. چی بوده؟ ما هم فراموش کردیم و کاکایتان فراموش کرده. چی بوده؟ بگو بریم. با خود بیا با خود. یک دفعه حالت طبیبی. کار ززا و ذوالفقار چی کردین؟ برشان چی گفتین؟ نه رئیس، حتما خود ذوالفقار یا که هم برادر زادش و یا افرادش کدام کار خراب کردن. چی کردن؟ یا فکر کردن که ززا پول نمیته، باز رفتن پیش سازمان که پول اونو ازش بگیرن. ززا هم فکر کرده که من در جریان هستم پول داده و حاله ذوالفقار خان میگه که ما پول تسلیم نشدیم. او احمقا پیش سازمان چرا رفتن؟ دستم نو قدرم بیاقل نیست رئیس. وقتی ما بالاشان امر کردم اونا خواستن که هم بالای ما و هم بالای ززا قیودات وضع کنن، اما ززا کار خراب کرد. امرای سازمان چرا معامله کردین بیادر؟ حالا باید جزایشو بتین. من چرا بتم؟ ذوالفقار باید بته. عدالت به وقت عدالت گفته نمیشه بیادر. اول باید عدالت خدا برقرار کنی، اگر نه زندگی مردم به خون تبدیل میشه. آرهان حالا وقت بررسی پرونده نیست. پرونده مثل پایگاه عراق شمالی، استانبول، حصارها و پلها باقی مانده. امرای ذوالفقار گپ بزن که بیادرزاده خدا نکشه. بان بکشه رئیس، چرا نکشه؟ نباید بکشه ماماتی، چرا نمیفهمی؟ اگه بکشه باز دشمنی زیاد میشه. کینه ذوالفقار در مقابل ززا زیاد میشه. ززا مغز مرا خواهد خورد رئیس. امرای وام گپ بزن که دیگه در این مورد جنجال نکنه. بعدن به اونا گفته که یک جا با هم کار کنن. برشان بگو که پول زیاد به دست میارین. مواد مخدر هم شاملش هست رئیس. مواد مخدر نه ماماتی. خودت برشان گفتی که پول زیاد به دست میاره رئیس. چرا دیگه هیچ کار نیست؟ حساب ما خراب نکن. رئیس باس سیر شدم به خدا. این وضعیت کشور ببینو، شما درباره چی گپ میزنین؟ دوغ زیاد نوشیدی، از او خاطر سیر شدی عبدالحی. بیادر لطفاً به عبدالحی یک نوشیدنی بیار. بچشم بیادر. رئیس با یک نوشابه هضم نمیشه. اگه تا صبحم نوشابه بخورم هضم نمیشه. حالا سیر کردم عبدالحی، مغزم درست کار میکنه. با ماموتی بیادرت هم یک کنف بیار. درست بیادر. بمام البته. رئیس امرای افراد موساد چی کنیم؟ بال پر زنگ بزن که افراد موساد از اوضاع گرفته به استخبارات استانبول تسلیم کنه. بعد از چی خواد شد رئیس؟ بعدن یک تصمیم خواد گرفتیم عبدالحی. رئیس اینا خود تازه کار نیستن. متاسفانه سیستم امنیتی ما قدر ضعیف است که تمام تازه کارا را به استخبارات استانبول روان میکنن تا دوره استاژ خود تکمیل کنن. بیار که بخوریمش بچیم. بفرمایین.
بعد از خوردنی کنف هیچ کس اجازه نمیتم که کشور ما را بخوره. کجا بخیر رئیس؟ یک دفعه پیش بابا ممدو میرم ببینم که نواسش چیز میفهمه یا نه. خدا برکت بدهد رئیس. بگه بیادر. یک عکس گرفته میتونیم آقا؟ یک عکس گرفته میتونیم آقا؟ او بچه تو دیوانه هستی. اگه کسی بفهمه که ما در اینجا آمده بودیم بازی رستورانت مقبولت به قبرستان تبدیل میکنه. موساد دشمن ماست، امریکایی هم دشمن ماست، سازمان هم دشمن ماست. برو بچیم غریبی تکو، با کسی نگویی که ما اینجا آمده بودیم. برو زنده باشن مادر، به زحمت شده. چی شده؟ از خاطر که بم انفجار نکرده غمگین هستی؟ یک مشکل پیش آمده. شما میخواین ما با شاهمران درگیر شوم؟ اگه جای ما یک مرد می بود باز تو آمده همه قسم برشی خبر میگفتی؟ پیش ما رهبر است. زن باشه یا مرد فرق نمیکنه. پس دستوری که دادم بدون تأخیر انجام بده. حال رفتن میتونی؟ یعنی چی که بام انفجار نکده؟ رئیس صاحب، افراد لالازارا باران را کشتن نتانستند. پولاد علمدار از طریق او موقعیت بام پیدا کرد. لالازارا کی است؟ او کی است که برخلاف ما کار میکنه؟ با او زن احمق زنگ بزن. برین گم شوین، برین. شاهمران زنگ زده. تو برای بله. لالا تو کی هستی که دستور ما را انجام نمیدی؟ بگو تو کی هستی که دستور میدی؟ تو کی هستی که هر روز خواب مقام رهبری را میبینی؟ استانبول انفجار میدی؟ گوش کن لالا، تو ده او کرسی کشیشتی میخوای سر دل خود با هر کس معامله کنی، اما بفهمی شان شوکت تو از خاطر ماست. تو میخوای از قدرت ما استفاده کنی. چرا؟ به نظرت من نمیفهمم که تو از کی اسلحه میگیری؟ تو شرم نمیکنی که به مردمت خیانت میکنی و از اسرائیل و آلمان کمک میگیری؟ او زن خائن، 20 سال است که تو با غربیا کار میکنی، حالا ما را میگی؟ سگ ده سایه شطور را میره باز میگه سایه خودم است. بله خوش آمدین. خوش باشین. خوب است رئیس. خوش آمدی بابا جان. خوش باشین بابا مامدو. بفرما. چی کده نواسه تانه دا آغوش گرفتین؟
او نواسه من نیست. با نیست گفتن خونه میشه. میشه. با زبان خو میگه نیست، اما قلبت چی میگه؟ ایره بگو. میگه چرا بچه مرد. کاش که بجای او من میمردم. بچهش مرد، اما او چرا مرد؟ بابا ممدو، من همیشه از خود سوال میکنم اما جواب به دست نمیارم. واقعا نواسه میخواست استانبول انفجار بده. کسی که آب و نان مرا خورده از خونه مست ای کار کده میتونن. هیچ فکرم کار نمیکنه. ما حرام نخوردیم و نه کسی را مجبور ساختیم. حق کسی را نخوردیم و کسی حق مرا خوردم نمیتونه. پس چرا همراه من؟ این رزیل ای کار موفق میشه؟ اونا را تربیه میکنن. با انسان کشی اما تو نیست؟ معتقد ساختن. با کی؟ با کی معتقد ساختن؟ با چی معتقد ساختن؟ کدام وقت از نواسیت پرسان کردی؟ 6 تا امرش گپ زدی؟ با گپاش گوش دادی؟ چی را بشنوم بابا جان؟ اگه تو نشنوی کس دیگه باز میشنوه. هر کس میشنوه بشنوه. مادرش دید، هوس و ارمانش پوره شد. بیگی اردویشانه در اتاق زندان بنداز. درست است. راه حل خودت همی است. راه حل من همیست پولاد جان. بسیار خوب. کلگی اینا را میگیرن و در زندان میندازن. اگر در زندان جای نماند ساختمان نوی مار میکنیم. اگر بازم نشد در سرحدات بین شهرها و قریجات خیمه میزنیم تا باقی عمر خود در اونجا محبوس باشن. اگر بازم نشد کشور تجزیه میکنیم که از غم خلاص شویم. امی راه حل شماست بابا ممدو. تو در مقابل من از اینا دفاع میکنی یا میخوایی که از من گپ دل من بشنوی؟ هیچ نفهمیدم. ما میخوایم بگویم یک زخم کلان وجود داره. تا وقتی که ما این زخم تداوی نکنیم دیگر آمده بالای زخم ما نمک میپاشن. از زخم ما استفاده کردن ما را معیوب میسازن بابا ممدو. از برای خدا باید قبول کنیم که این زخم مربوط ما میشه و چارهشان باید خود ما پیدا کنیم. از خداوند بخوایم که به ما راه حل نشان بده. اگر خداوندم نشان نداد باز وقت هرچی که میشه شوه. اما ما باور دارم که خداوند مهربان است. چی باور کنیم یا باور نکنیم. باران از دم مرگ برگشت. برو او را تسلی بده. ازش بخوای که همراهت گپ بزنه. بعدا دیگه گپا را من خودم حل میکنم. تو حال بسیار کار داری بابا جان. همراه ما خدا ناخ سرگردان میسازی. تمام کاربار من امی است. مرا ناامید نمیسازی نه بابا ممدو. جان فدای سرت چی میگی؟ چطور میشه پولاد جان؟ کسی که اشتباه میکنه باید بخشیده شوه، اما خائن به هیچ وجه نمیبخشیم. خب چه قسم فرق کنیم؟ اگر نواسیت خائن می بود باز برای مادر خود هیچ وقت زنگ نمیزد، چون خائن نه مادره میشناسه و نه پدره. پدر کلانت آمد. بیادر، خدا از شما راضی باشه. شما چی میکنین؟ با خیر آمدی بچه. با کدام چیز ضرورت داری؟ مهربانین که برام. کجا میخوایی که بری؟ تو را چی؟ پس برو دمو جهنم. فکر میکنم هیچ سیر نشدی. اگه میخوایی بازم برو. به نظر تو جهنم است اما به من جنت است. بخی از خانه برای بی شرف رزیل. بابا ممدو اجازه بتین. اجازه بتین. دفعتاً به خاطر گرفتن دیت خود آمدین.
دید چی است؟ با خاطر که مرا از مرگ نجات دادی آقای علمدار. حال دیگه مرا غلام خود فکر میکنی نه؟ هر چی بخواین انجام میتونم آقای علمدار. ما خود را زنده نساختیم که پس از بین ببرم. سال هاست که شما ما را زنده نگاه کردین، مال ما را حفظ کردین، کل مصرف ما را شما میتین. پس حال چرا از واقعیت رو میگردانین؟ دستور بتین که خیانت کنم، سازمان خود بفروشم، با مردم خود خیانت کنم. تو مرا نمیشناسی. ما پولاد علمدار هستم. پدر کلان تو دوستم است. بله فهمیدم. پدر کلانم سگ دولت است. تو هم. بعد از این تا که ما گپ خود خلاص نکردیم تو گپ نمیزنی. اگر گپ خود خلاص کنم یا نکنم دیگه نام ایوان به زبان خود نمیاری. امرای ما آدم واره گپ بزن مثل حیوان نه. بشنو. پدر کلان تو دوستم است. ما به خاطر دوستا و اقراب خود زندگی میکنم و به خاطرشان میمورم و حاضر هستم به خاطر دوستا و اقارب خود هر قسم مشکلات تحمل کنم. پس مرام ببر به دولت تسلیم کو. نه خود خسته نساز. بازی ما دولت تو هستم. اگر پرخوش میکنی امرای ما بگو. اگر اعتراضم داری با ما بگو. اگر مشکل داشته باشی با ما بگو. اگر جنگ میکنی امرای ما بگو. اما اگر در مقابل دوستایم اندک به احترامی کنی و یا دروغ بگویی باز میفهمی که امرای چی میکنم. باشگاه مادرت هم حتی نمیبینم. خوش میشه که بچهش توسط مرمی دولت از بین رفت، نه توسط مرمی یک خاین. همی که از این اتاق برآمدی دشمنم هستی. اگه میکشی همیاله بکش. فعلا فرصت داری پس بگی مرا بکش. بگی مرا بکش. یا زود دشمنایم از من نفرت دارن، میتونن خیانت کنن، با ما دام بسازن، از عقب بالایم شلیک کنن، مرا ترور کردن میتونن، حتی کشته میتونن. اما من هیچ وقت اجازه برشان نمیتم که با ما اهانت کنن. بگی شلیک کن. ده اینجا نی. گفتم از اینجا که برآمدیم میکشمت. امی به احترامی تو است. وقتی که من داخل خانه آمدم ازم پرسیدی که با دیت گرفتن آمدی. تو خودت چی فکر میکنی؟ تو چی داری؟ چقدر پول به دست میاری که از تو دیت بگیرم؟ امی که ششتم دوستای ما توهین کردی، ما تحمل کردم. اما اگه بگویی که از اینجا میبرایم با سورا میکشم ایره تحمل کردن نمیتونم. بگی شلیک که به خاطر که هیچ کس مانع تو نمیشه. اگه با این کار درد دلت کم میشه پس بگی اصلا را. بگی. بالای ما فشار نیار. چرا قهرمان؟ تو میفهمی که ما در خانه ما در کلان خود کسی را نمیکشم. مهمان ماستی. ما ای کار نمیکنم. ای گپ سرمایه گذارا را باندگه. فقط هر روز بر رسم و رواج فرهنگ و عرف عادات مردم خود دشنام نمیتیم ها؟ اما مهمانت هستم. ایره درست گفتی. اما وقتی که به مادرت زنگ زده بودی میخواستن تو را بکشن، اما تو نیست. ما مردم ای کار میکنیم. اما سازمانی را که بالایش اعتماد داشتی اونا هم ای کار را به حق تو کردن نه؟ وقت مردمت به مهمان احترام میکنه تو چرا رفته به سازمان خدمت میکنی؟ ما وقت ندارم که با تو آدم بی عقل گپ بزنم. ما امرایش گپ زدم، تو برش چیزی نگو. اگر کدام گفتنی داشت بشنو و بعدن با آلپر بگو. شاید چیز به دست بیایه.
رئیس اگه او فرار بکنه باز چی؟ کجا خواهد رفت جاهت؟ سازمان در جایی که را ببینم میکشه. متوجه باشین که صحنه سازی نکنه. قربان، مماتی باش آمده. چرا منتظر میمونی؟ برو بخوایش. چطور هستی زینل؟ خوب هستم. خبر میدادی که تا پیش دروازه با پذیراییت میامدم. چرا ما را خجالت دادی؟ ما عادت ندارم به خاطر آمدن به خانه خود خبر بتم ذوالفقار خان. بیشک. بفرمایید. بشینید. اگه تو نمیامدی ما پیش تو میامدم. اگه کسی در پیش ما آمده درباره حقایق زندگی زازا میگفت، با زبانشم میبریدم که چرا دروغ میگی، اما متاسفانه که حقیقت است. چرا تو یک کار کرده ذوالفقار خان؟ فکر کرده که زازا را با مشکل مواجه میسازه. حتما در زیر کاسه کدام نیم کاسه است، همه تو نیست ذوالفقار؟ نه، ای قدر مغزی و کار نمیکنه ماماتی. بعد از این خوبه هیچ وجه چونو دیگه زنده نمی باشه ماماتی. تو برم نگفته بودی هرچی تو حکم کنی ما همو کار انجام میتم؟ گفته بودم. بیادر زادید به تو نه، بلکه به من خیانت کرده. ماماتی گپ ما خلاص نشده. چیزی که من میگم درست است یا نه؟ من ام دفعه بیادر زادیت میبخشم، با شرطه که دیگه از گپ تو سرکشی نکنه. زازا هیچ وقتی با این کار رضایت نشان نمیده. قهر زازا مثل طفل است. همین که برش یک چاکلیت وعده کردی گریش آرام میشه. ماماتی چرا ایت یک کار میکنی؟ نه به خاطر دوستی، هم به من ضرور است و هم به اشخاص بعد از من. به بچه روز خواد رسید که بیادرزاده تو بچه مرا داماد خود قبول کنه. ماماتی تو دوست سابق ما هستی بیادر. دوستی تو با ما پایدار خواهد بود و دشمن تو هم دشمن ما خواهد بود.